امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بهر رشد هنرهای ملی و مردمی مخصوصا لباسهای ملی تمام شرایط مهیا کرده شده است و یک قطار دانشگاه، دانشکده‌ها و مؤسسه‌های عالی فعالیت می‌نمایند که همه‌ساله متخصصان زیاد در رشته‌های گوناگون این سمت را ختم نموده بهر رشد فرهنگ ملی و لباسهای ملی سهم خود را می‌گذارند. سلام بینندگان عزیز، برنامه نشان افتخار است این لحظه از تلویزیون تاجیکستان منظور شما و صحبت داریم با عبدالفتاح امینزاده، دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، فریده سعیدова، طراح گلبرگ کمال‌الدین و شاعره عبدالرحیمова، اشتراکچیان و غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2022.